زنی 56 ساله در حالت مستی با نقلیات تمغه تویوتا کمری یک کودک 4 ساله را در شهر بوستان سابقچی کلوف پخش کرد. از او محرم جبارov خدمتچی قسم حربی رقم 0803 وزارت مدافعه تاجیکستان نام برده می شود. جبارov مکرم وحیدовна سال تولدش 1961 استقامت کننده محله زازیورنی شهر بوستان در حالت مستی هنگام حرکت در نزد بینای حجره محله زازیورنی شهر بوستان به خطری حرکت در آن را تامین کردن توانسته پیاده‌گرد خردسال لایقов محفوظالله که را از طرف چپ براست بریده می‌گذشت پخش نمود. خودی راننده در صحبت با بازرسی هنگامی سرخوشی پخش کردن کودک را تصدیق نمود. نشده بودید شما؟ پیوام. موقع طلبات بند دوی هفته قایده طلبات قایده حرکت در آن سری چنبرکی واسه نقلیات به در حالت سرخوشی شدن ممکنه در حالت مستی. شما من دیدی دونسته واسه نقلیات در حالت مستی اداره کرده. چی سبب شد؟ حکومت ماشین آورد اینجا شویم گفتیم ده. کودک خردسال بعدی برخورد با نقلیات تویوتا کمری روزی 2 سپتامبر فوراً به بیمارخانه مرکزی شهری بوستان انتقال یافت. دکتران میگویند کودک 4 ساله در صدمه جراحتی وزنین جسمانی برداشته جراحی گرده چپش را انجام دادند. در اول وضع سلامتی کودک خیلی وزنین و حالا بنا به گفته دکتر احیاگران رو به بهبود است. همچون دکتر احیاگری نوبادو دعوت شدم. اول نارکوز دادیم، پیشانیش دوختم. بعد از این کودک احوالش که وزنی شد ما با شعبه احیا گذراندیم.